فقط سریع بر اساس علم اجمالی خودم به 3 سناریو در این ارتباط برای آینده مکانیسم ماشه و فعال شدنش اشاره میکنم. یکی تسلیم هوشمندانه است، دیگری بنبست و جنگ سرد هسته‌ای است و سومیش پاسخ تهاجمی ایرانه. اولی کم احتماله، چون ایران در پی تسلیم هوشمندانه بر نمی آید، اگرچه این خیلی خردورزانه است ولی بسیار بسیار خرد کننده است برای نظام جمهوری اسلامی و به هیچ وجه نظام جمهوری اسلامی نمیتوان این رو بپذیرد، چون با تسلیم هوشمندانه ایران مرگ جمهوری اسلامی رو سریعتر میکنه و از این جهت کم احتماله. خب ایران عقب نشینی هدفمند انجام بده، مثلا توقف غنیسازی بکنه، ترامپ خودش رو پیروز نبرد آیینی معرفی کنه و این مطلوب ترامپه، اما هزینه بسیار بالایی رو برای تهران در بر داره. سناریوی دومی که من به اون میاندیشم سناریویی است که میتوانم بگم محتمل ترین یا شدنی ترینه، بنبست و جنگ سرد هسته‌ای. ایران بی‌اعتنایی میکنه، مکانیسم ماشه فعال میشه، اما همراهی جهانی کامل نیست. این میتونه محتمل ترین باشه و به سمتی بره که موجب بشه تحریم ها دوباره شعله ورتر شن، اما نه به قدرت گذشته. لذا وضعیت شکننده میشه، تهدیدگر میشه، پر از مانورهای گوناگون جنگی و نظامی میشه و این از درون مردم رو بسیار بهش ضربه میزنه و تسلیم میکنه. ولی حکومت به این احتمال بیشتر تن میده. سناریوی سوم پاسخ تهاجمی ایرانه که عرض کردم. این پاسخ خطرناکترین خواهد بود. ایران گام‌های هسته‌ای شدیدتری برمی‌داره. ایالات متحده با اسرائیل حمله ایذایی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دوباره و مجدد ترتیب میدن و زیرساخت‌ها رو مورد حمله قرار میدن و از این جهت آتش‌بس‌هایی که در غزه و لبنان و ایران به وجود اومده میشکنه. لذا مهلت 60 روزه ترامپ رو نه زمان سنج دیپلماتیک که ساعت شنی باید دانست که آیین قدرت فراهم کرده تا مسئله ایران رو بتونه حل